مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را در این برنامه که پیرامون شناخت سیدنا عمر هست یا برنامه الگوهای هدایت هست شما را خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که گشت سیدنا عمر در شب و پیرامون رأفت و مهربانی سیدنا عمر رضی الله عنه اشارات مختصر داشتیم. الان پیرامون فتح و فتوحات که در زمان خلافت سیدنا عمر صورت گرفت اشاره می شود. وقتی که ما میگیم فتح و ظفر و پیروزی در زمان خلافت سیدنا عمر، در حقیقت چنین فتح و فتوحی که در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه صورت گرفت، ما بعد از سیدنا عمر دیگه تا الحال دیگه چنین فتح و ظفر و پیروزی در سراغ امت اسلامی ندیده ایم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که بر مسند خلافت می نشیند و آن ایمان و زهد و تقوا و پرهیزگاری و او شجاعت و شهامت و غیرت و مردانگی چنان در وجود سیدنا عمر و لشکر و سپاهیان اسلام که در کنارش بودند، اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و تابعین بزرگوار و شخصیت هایی که در کنارش، وقتی که میبینیم اکثر این کره خاکی را در تحت سیطره خود قرار میدهند، یعنی وقتی نگاه میکنیم اسلام در زمان سیدنا عمر با چی عزتی، با چی شأن و شوکت خود را به قلب اروپا میرساند، از شرق کجا میرود و در غرب صحابه در کجا قدم میزنند. خلافت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که نگاه میکنیم از ابتدایش تا انتهایش هر
ماه و هر روز خبر فتح و ظفر و پیروزی را به سمع سیدنا عمر می رسید. هر لحظه در مدینه منوره این صدا تنین انداز می شد که اذا جاء نصر الله والفتح، نصرت پروردگار عالم، فتح و ظفر و پیروزی هر لحظه از آن مسلمان ها و از آن امت اسلامی بود و هر لحظه صدای فتح و ظفر و پیروزی در مدینه منوره در شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم تنین انداز می شد. اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و شاگردان مکتب اسلام و قرآن صدای حق و ندای حق را به تمام جهان و جهانیان عرضه نمودند. اگر بخواهیم به جزئیات فتوحات زمان سیدنا عمر رضی الله عنه اشاره کنیم که چگونه فتح شد، به چی ترتیب فتح شد و هنگامی که لشکر روان شد و حرکت کرد طرف شهرهای مختلف چی شخصی پرچمدار بود، فکر می کنم که شاید که چندین برنامه ما نتوانیم باز هم حق مطلب را ادا کنیم. فقط به طور خلاصه و فشرده پیرامون فتح و فتوحات در زمان خلافت سیدنا عمر رضی الله عنه. فتوحات شروع می شود. فتوحات در ناحیه عراق در زمان سیدنا عمر رضی الله عنه. اگر نگاه کنیم فتح قادسیه، وقتی که فتح قادسیه صورت میگیرد در آن وقت ایرانی ها مداخله میکنن. بعد از مداخله ایرانی ها سیدنا عمر دستور میدهد که حالا لشکر اسلام به طرف فارس روان شود. لشکر اسلام، لشکر مسلمین، لشکری که صدایش و از حنجره اش ندای توحید بلند بود و صدای الله اکبر بلند بود، حرکت میکنن به طرف فارس. ابرقدرت آن وقت و زمان در زمان سیدنا عمر رضی الله عنه، ابرقدرت های جهان که فارس و روم بودن به زانو در آمدن و متلاشی شدن و به وسیله لشکر اسلام و قرآن از بین رفتن. مسلمانان و لشکر اسلام حرکت میکنن طرف فارس. در زمان سیدنا عمر رضی الله عنه فتح همدان که در سال 22 هجری قمری، فتح ری، فتح قومیس و گرگان، فتح آذربایجان، فتح و بالآخره چنان پیشروی صورت میگیرد و چنان لشکر اسلام و قرآن به دستور سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه و با او همت والایی که داشتن و با او شهامت و غیرت و ایمان کاملی که داشتن و با توکلی که با پروردگار عالم داشتن حرکت میکنن و پیشروی دارن رو به طرف خراسان که فتح سیستان و بلوچستان در سال 23 هجری قمری رخ میدهد. این به طور خلاصه فتح و ظفر و پیروزی در ناحیه عراق و بالآخره فتح قادسیه و رفتن و حرکت کردن به طرف ایران و به طرف خراسان زمین. فتوحات که در زمان سیدنا عمر رضی الله عنه رو به طرف شام، الله اکبر، در زمان خلیفه دوم اسلام سیدنا عمر فاروق فتح می شود.
شامی که امروز در آتش ظلم ظالمین و طاغوت زمان می سوزد. امروز فرزندان شام در ناله و فغان و فریاد هستند و از اون ناله و صدای سوز و گداز ایشان ناله بلند هست که ای عمر کجایی تو؟ کجا هستند فرزندان عمر؟ کجا هستند سربازان عمر؟ کجا هستند دلباختگان عمر که حرکت کنند و مردم مظلوم سوریه را از چنگ ظالمین نجات بدهند؟ سیدنا عمر رضی الله عنه در زمان خلافتش فتح دمشق، فتح بیسان و طبریه، فتح قنسرین که اینها در سال قنسرین در سال 15 هجری قمری، فتح قیصاریه در سال 15، فتح قدس الله اکبر در سال 16 هجری قمری. قدسی که امروز اسرائیل غاصب آمده بر فرق سر مظلوم ملت فلسطین میکوبه، صدا میزنه قدس کجا هست عمر؟ کجا هستن اونهایی که خود را عمری میدانند و خود را در مکتب سیدنا عمر میدانند؟ کجا هستن اینها که امروز بیاین مرا از چنگال این خون آشامان زمان، از چنگال این جانوران وحشی صهیونیست ها نجات بدهند؟ وقتی که انسان از فتوحات سیدنا عمر رضی الله عنه میگوید، از فتح قدس، از فتح شام و دمشق، امروز ای مسلمان، امروز چه جنایاتی که دشمنان اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حق ملت مظلوم سوریه نکردند. هر جنایتی که از دست ایشان آمد انجام دادن و الان انجام میدهند. ولی اینجا ایمان من و تو مسلمان باید که ما را به تحرک وادار کنه و حرکت در وجود ما و حرکت در فکر و مفکوری ما، حرکت در قلم ما، حرکت و بالآخره در قدم ما و درم ما، اینها باید ایجاد بشه. اون ایمان باید که ایمانی که ما میگیم در مکتب سیدنا عمر زندگی کردیم و در سیره سیدنا عمر ما مطالعه میکنیم و میخوانیم و او را دوست داریم، باید ما راه سیدنا عمر را تعقیب کنیم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه حرکت میکنه، بیت المقدس را فتح میکنه. فتح بیت المقدس، قبله اول مسلمین که در ابتدا مسلمان ها طرف بیت المقدس نماز میخواندن مدت 17 ماه در مدینه منوره. این شهر زیبای بیت المقدس یا بیت المقدس به دست سیدنا عمر فتح می شود. فتح اسکندریه و فتح طرابلس و غیره. خلاصه این که سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی که به خلافت رسید، کفر و شرک اندام به اندامشان می لرزید و فتوحات آغاز شد و ندای اسلام به قلب اروپا پیچید. در شرق و در غرب صدای اسلام و ندای اسلام، صدای توحید و ندای یکتاپرستی طنین انداز شد. در حقیقت هر زمانی که هر واعظی، هر سخنوری و هر انسانی که بخواهد که با زبان خود از فتح و فتوحات بگوید، هر انسانی که بخواهد با قلم خود از فتح و فتوحات بنویسد، هر انسانی که بخواهد از فتح و فتوحات سخن به زبان بیاورد،
چی می شود؟ ناخودآگاه بدون اختیار سخن از فتح و ظفر و پیروزی در زمان سیدنا عمر به زبان می آید، از فتوحات سیدنا عمر به زبان می آید. سیدنا عمر تنها سرزمین ها را فتح نمی کرد، در کناری که اگر میگیم قدس، در کناری که میگیم دمشق و شام، در کناری که میگیم ایران و فارس و روم، در کنار این که ما میگیم این کشورها و این سرزمین ها فتح شد، سیدنا عمر فتوحات قلبی داشت، قلبها را فتح می کرد، فکرها را فتح می کرد. آن فکری که سالها در شرک و خرافات و بدعات بود، سیدنا عمر فتح و ظفر و پیروزی از آن اون مغزها و اون فکرهای فرسوده می کرد و اون فکرهای فرسوده را فکر جدید، فکری که شرک و خرافات و بدعات بود در او را تبدیل به یک فکر و اندیشه توحید و یکتاپرستی قرار می داد. چگونه قلبها را فتح می کرد، چگونه فکرها را تغییر می داد. بعد از یک میان برنامه انشاءالله ادامه فتح و فتوحات را بیان خواهیم کرد. با ما باشید. السابقون الأولون من المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. مجددا خدمت همه شما بزرگواران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سخن از فتح و فتوحات در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. قبل از میان برنامه اشاره شد که در زمان خلافت سیدنا عمر فتح و فتوحات شروع می شود در ناحیه عراق و فتح قادسیه و بالآخره حرکت کردن لشکر مسلمین به طرف فارس، به طرف ایران و همچنین فتح خراسان تا اینکه و فتوحات دیگری که فتح شام و دمشق و فتح بیت المقدس و خلاصه تا اینکه اسلام در قلب اروپا و فتح اسکندریه و اینها که هست. حالا اشاره کردیم که سیدنا عمر تنها ترکیز سیدنا عمر سر فتح شهرها نبود. شهرها که فتح می شد،
اما مهمترین چیز فتح فکرها هست، فتح قلبها هست. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه احترام خاص به اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و برای علما و برای علم و برای داعیان الی الله داشت. سیدنا عمر میدانست نقش صحابه، جایگاه صحابه. سیدنا عمر میدانست ارزش علم و ارزش اهل علم و ارزش داعیان الی الله را. سیدنا عمر رضی الله عنه چنان به اخذ حدیث احتیاط می کرد که اگر کسی به نزد سیدنا عمر حدیثی را بیان می کرد، سیدنا عمر گواه می خواست، شاهد می خواست، تا اینکه نشود که حدیث موضوعی یا حدیث از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که سند نداشته باشه شخص بیای روایت بکنه. سیدنا عمر در این حرکت خود که برای صحیح بودن و با سند بودن حدیث شاهد و گواه میخواست، از این چی میدانیم؟ از این درس را میگیریم که سیدنا عمر متوجه میسازد که این دین سرسری نیست. این دینی نیست که هر کس بیایه از سلیقه خود و از عقل و فکر خود بیایه در این دین چیزی را اضافه بکنه و کم بکنه. این دین است که الله سبحانه و تعالی وعده حفظ این دین را داده. این دین است که الله سبحانه و تعالی از این دین اظهار رضایت کرده. الیوم اکملت لکم، کامل ترین دین. الله ای را کامل گفته، الله این را به درجه کاملیت رسانده، الله سبحانه و تعالی ای را بهترین نعمت بیان کرده. سیدنا عمر میخواست که فکرها را متوجه بسازه، فکرهای خواب بیدار بکنه، فکرهای خمود و جمود را بالآخره وادار به تحرک بنمایه. اونهایی که خموده، جموده، اونهایی که از تحرک افتاده، وادار کنه که این فکرها بیدار بشن، متوجه بشن که این دینی نیست که هر کس بیایه بدون اسناد، بدون شواهد، بدون بالآخره مدرک بیایه حرف بزنه و مسئله را مطرح کنه. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در اینجا میخواه که بفهمانه که این دین است که کسی باید حرف بزنه که اهل فکر باشه، اهل خرد باشه، اهل دانش باشه در این راستا. سیدنا عمر رضی الله عنه هنگامی که شهرها، این مناطقی که گفتیم، وقتی که فتح می شد، آیا فقط به امور اقتصادی شهر می پرداخت؟ آیا فقط به بعد اجتماعی شهر می پرداخت؟ آیا فقط در قضایای سیاسی این شهر فکر می کرد؟ سیدنا عمر وقتی که شهر فتح می شد مراکز فرهنگی را تشکیل می داد به خاطر تغییر و تحول افکاری که سالها به بیراه رفته است. امروز دنیا دم از فرهنگ می زند، یا خصوصا که در بین فارسی زبانها اونهایی که خود را فرهنگی میدانند و میبینیم باز از حلقوم و حنجره کثیفشان توهین به اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، توهین به سیدنا عمر می شود و بعد میگن ما فرهنگی هم هستیم.
فرهنگ را از کی آموختید؟ اون فرهنگی که در او سب و لعن باشه، فرهنگی که در آن بی‌حیایی و زشتی و ناروایی باشه، او فرهنگ نیست. او راه و روش اصحاب پیامبر و اهل بیت پیامبر نیست. بیا ببین که فرهنگ اسلامی و مراکز فرهنگ اسلامی از کجا تشکیل می شود. سیدنا عمر رضی الله عنه مراکز فرهنگی در زمان خلافتش تشکیل می دهد. مراکز فرهنگی که در آنجا فرهنگ قرآن، فرهنگ سنت نبوی صلی الله علیه و سلم که سرچشمه اصلی از قرآن و از احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه و سلم دارد. این فکر سیدنا عمر، شهر فتح شد، در آنجا مرکز فرهنگی می ساخت. در مدینه منوره دارالافتاء و مرکز فقه و مرکز فرهنگی، این مسئولیت سیدنا عمر به کی داد؟ به کدام شخص؟ به زید ابن ثابت رضی الله عنه و بعضی دیگر از صحابه. این مرکز ارتباط به شما میگیره، مسائل دین، مسائل عقیده. امروز اگر میبینیم که امت اسلامی دوچار مشکلات شده، چون ما از فرهنگ قرآن و فرهنگ نبوی صلی الله علیه و سلم فاصله گرفتیم. امروز اگر امت اسلامی دوچار فتنه شده و دوچار مشکلات شده و امت اسلامی امروز احساس ضعف، احساس ذلت و خاری میکنه، اینه که ما از فرهنگ قرآن، از فرهنگ والای سنت نبوی صلی الله علیه و سلم فاصله گرفتیم. مرکز فرهنگی در مکه، در شهری که الله سبحانه و تعالی او را ام القرى میگوید، الله سبحانه و تعالی به او شهر قسم یاد میکند. سیدنا عمر در او شهر، در مکه مکرمه، مرکز فرهنگی باز میکنه. بیشترین مسئولیت به ترجمان قرآن به عبدالله ابن عباس و بعضی از صحابه دیگر تسلیم میکنه. شما کار کنید، سر فکرها کار کنید، سر عقیده کار کنید، مردم بفهمن، بدانن. و همچنین مرکز فرهنگی در کوفه که در زمان سیدنا عمر خیلی از صحابه آنجا رفته بودن، در کوفه بودن، در کوفه زندگی میکردن. سیدنا عمر نامه می نویسه به عبدالله ابن مسعود و مسئولیت این مرکز فرهنگی در کوفه میده به عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما. و همچنین مرکز فرهنگی در شام که مسئولیت این مرکز و این بخش فرهنگی به سیدنا معاذ بن جبل و عبادة بن صامت و ابو الدرداء میده. و همچنین مرکز فرهنگی در مصر که عقبة بن عامر مسئولیتش را داره. مرکز فرهنگی در جاهای دیگر و اماکن دیگری که قبلا اشاره شد که در زمان خلافت سیدنا عمر فتح و ظفر و پیروزی نصیب شد، در هر جایی که فتح می شد مرکز فرهنگی ایجاد می شد. هدف از مرکز فرهنگی چیست؟ هدف از مرکز فرهنگی اینه که فرهنگ قرآن در زندگی ما، در حیات ما، فرهنگ قرآن بیایه به کانون خانواده ما، بیایه به کار و معامله ما. وقتی معامله ما معامله قرآنی شد، وقتی زندگی ما زندگی قرآنی شد، وقتی حیات ما حیات قرآنی شد، یقینا که ممات هم به برکت قرآن و به او
عملی که به قرآن صورت گرفته و به احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه وسلم، انسان خوشبخت دنیا و آخرت میشه. پس سیدنا عمر تنها زمین را فتح نمی کرد، بلکه قلوب انسانها را فتح می کرد، که در برنامه‌های و جلسات گذشته اشاره کردیم که خیلی از غیر مسلمانان در زمان سیدنا عمر به عدالت سیدنا عمر می آمدن مسلمان می شدن. این اخلاق سیدنا عمر را می دیدن، این برخورد سیدنا عمر را با رعیتش می دیدن که به خاطر گرسنگی رعیتش میگه من دیگر لب به غذایی که روغن داشته باشه من نمیزنم. سیدنا عمر در کناری که رحم و شفقت و ترحم و مهربانی برای انسانها داشت، بیان کردیم که حتی به خاطر شتری که عرق ریختانده میایه او را نوازش میکنه، میگه به خاطر این عرقی که تو ریختاندی که به خاطر من بود، میترسم روز قیامت از من به خاطر تو عمر مورد بازخواست قرار بگیره. پس امروز هم وقتی که ما میگیم ما پیرو سیدنا عمر هستیم، باید در محلی که داریم، در منطقه‌ای که قرار داریم، در شهری که قرار داریم، ما باید مراکز فرهنگی داشته باشیم و در اون مراکز فرهنگی از اونجا صدای توحید و ندای یکتاپرستی باید بلند بشه، تا اینکه اون گوشهایی که سالها حق نشنیده، حق به اون گوشها طنین انداز بشه و اون چشمهایی که حق را ندیده باید از این بخش فرهنگی و این مرکز فرهنگی که در منطقه و قریه ایجاد شده باید حق را ببینه و اون قلوبی که تا به حال حق به اون سرایت نکرده و نرفته و نرسیده، باید به وسیله این مراکز فرهنگی که احیایش مبتنی یا مبنی بر قرآن و حدیث هست، باید او دلهای تاریک باید به نور قرآن، به فرهنگ قرآن باید به جلا بیایه و روشن بشه. الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق بده که وقتی که از فتح و ظفر و پیروزی میگیم، امروز هم تلاش بکنیم که آن کشورهایی که از دست ما رفته و الان در حال رفتن هست نگذاریم که کشورهای ما اشغال بشه و کشورهای ما از دست بره، و همچنین تلاش بکنیم که قلوب دیگران را فتح بنماییم، او هم به وسیله قرآن. بار الها پروردگارا فتح و ظفر و پیروزی نصیب امت اسلامی بگردان. پروردگارا قلوب همه ما را به نور قرآن منور داشته باش تا برنامه بعد که پیرامون کارها و یا گفتهای سیدنا عمر در عرصه بازسازی است، انشاءالله در خدمت قرار خواهیم گرفت. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.